به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. بینندگان ارجمند، زیان ظلم و خطر ظالم تنها به خودش نیست، بلکه این خصلت نحس و بد چنان خصلت ذمیمه است که خود ظالم و همه جامعه را به هلاکت و بحران میبرد. خاصتا وقتا شخص ظالم در پهلویش تملقگرانی باشند که به ظلم او قرصک زنند، او را جانبداری کنند، ظلم و ستم او را در چشم رعیت عدل و انصاف جلوه دهند. بنابراین خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشان نه تنها از ظلم بلکه از هر نوع یاری رسانی، از هر نوع طرفداری به ظالم بندگان را به شدت منع کرده است. چرا از طرفداری و تأیید ظالم نیز خداوند هشدار داده، شدیداً منع کرده؟ زیرا ظالم آنگاه ظالم می شود، آنگاه در ظلم خود فروتر می رود که در پهلوی او یاری رسانهای تملقگران همیشه او را تحسین می گویند. پس اطرافیان ظالم نیز در ظلم او، در جنایت او شریک جنایت هستند. امروز در این برنامه همگی دو آیه را از قرآن عظیم الشان که در مورد ظلم و ظالمان و پیروان و تملقگران ظالمان است به سمع شما گرامیان میرسانم. این دو آیه کریمه، یکی در سوره هود و دیگری در سوره بقره قرار دارد. خداوند عزوجل در سوره مبارکه هود علیه السلام فرموده: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یعنی خداوند عزوجل اینجا بندگانش را از تمایل به سوی ظالمان هشدار داده فرموده ایستاده است و شما به سوی ظالمان تمایل نکنید که آتش دوزخ با آنها شما را نیز فرا میگیرد و در این صورت به جز خدا هیچ یاری رسان نخواهید داشت و یاری نمی شوید. خداوند عزوجل اینجا به صیغه نهی، صیغه بازدارنده، فعل بازدارنده ولا ترکنوا خطاب کرده ایستاده است. معنای رکون در زبان تاجیکی به معنای میل قلبی است. یعنی شما تمایل نکنید، شما آنان را دوست ندارید، شما آنها را طرفداری نکنید، به اعمال زشت آنها راضی نشوید. این تمایل، این رکون کاری قلبی است. حتی این گونه به خود اجازه ندهید که در این حالت باشید که قلبتان سوی او مائل شود و به اعمال او راضی شوید و کاری او را کاری نیک پندارید و کاری مقبول شمارید. چنین نکنید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. کلمه رکون یگانه در قرآن اینجا استفاده شده و از رکون به سوی ظالمان خداوند عزوجل باز داشته ایستاده است، منع کرده ایستاده است. دوستان گرامی، اگر اینجا این مجازات شدید، فتمسکم النار، وعید و هشدار به عذاب دوزخ و اینکه انسان تنها میماند و اینکه خدا او را در آخرت هرگز یاری نمی کند و آتش دوزخ او را فرا میگیرد، فرو میبرد، این هشدار، این جزا برای کسی است که و قلبش سوی ظالم تمایل کرده، قلبش کردار ظالم را کاری خوب پنداشته، کاری مقبول دانسته. جزای چنین کس اگر این است، کجا رسد حال کسی که با زبانش، با قلمش، با همه توانایی و با همه امکانات استعدادش از کار ظالم دفاع می کند، ظالم را سفید می کند، کردار زشت او را، کردار باطل او را حق جلوه می دهد. حال چنین کس چی باشد و حال خود ظالم چی باشد اگر این جزا برای کسی است که سوی ظالم تمایل می کند، مجرد قلبش به سوی او مایل می شود، مجرد اینکه او را دوست می دارد، کردار او را کار خیلی خوب خردمندانه می پندارد. جزای او اگر چنین باشد، جزای کسی که او را تایید می کند، در وصف او شعر و غزل می خواند، برای او برآمدها می کند، جزای چنین شخص چی باشد و جزای خود ظالم چی باشد؟ تصور کنید دوستان گرامی. اینجا به تکرار قید می نماییم بینندگان گرامی که خداوند عزوجل این گونه هشدار شدید داده ایستاده است، وعید به آتش دوزخ کرده ایستاده است کسانی را که به سوی ظالمان تمایل می کنند، سوی آنان میل قلبی دارند، آنان را دوست می دارند و از کردارهای باطل آنان تایید می کنند، طرفداری می کنند. چرا به شدت هشدار داده ایستاده است؟ زیرا اینکه هر ظالمی اگر در اطرافش تملقگران نباشند، در اطرافش تحسین گویان نباشند، در اطرافش درباریان نباشند، اینقدر به ظلم و ستم زیاد دست نمی زند.
در باطل خود چنین فرو نمی رود، بلکه پیش از اینکه کاری باطل را خواهد جاری نماید 10 بار و 100 بار اندیشه می کند، چون که در اطرافش کسانی صادقی هستند که او را نصیحت می کنند، باز می دارند. اما اینکه بجز تحسین و تملق چیزی دیگری نمی بیند، ظلم بیشتر می شود، بردوامتر می شود و حال جامعه تباهتر می شود و فساد در جامعه بیشتر ریشه می گیرد. از این است که امامان برجسته همچون فیلسوف اسلام حجت الاسلام محمد غزالی میگویند انما فسدت الرعیة بفساد الملوک و فساد الملوک بفساد العلماء. میگوید سبب فساد رعیت، فساد جامعه از فساد راهبران حاکمان است و فساد حاکمان به سبب فساد عالمان است. عالمان چون فاسد شوند، چون ظالمان را، راهبران را از کار زشت، از کار باطل باز ندارند، در روبروی آنها سخن حق نگویند و از ظالمان طغیانگر بیشتر از خدا ترسند، به فساد عالمان راهبران فاسد می گردد و به فاسد شدن راهبران رعیت فاسد می شود، جامعه فاسد می شود. در این معنا مفسر دیگر امام آلوسی می گوید لولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الملوک. اگر قاضیانی بدرفتار، عالمانی بدرفتار نباشند، فساد راهبران، فساد شاهان کم می گردد. بل لو اتفق العلماء في كل عصر على الحق ودفع الظلم مجتهدين في ذلك لما اجترأ الملوك على الفساد ولد محل الظلم من بينهم. اگر عالمان در هر عصر و زمان برای دفاع از حق، برای دفع و رفع ظلم کوشش کنند، تلاش ورزند، در هرگز پادشاهان به فسادکاری جرأت نمی کنند و ظلم و ستم و فساد از جامعه کم می گردد، بلکه نابود می شود. آیه دومی که خواستیم به سمع شما رسد دوستان گرامی، آیه سوره بقره است که صحنه ظالمان را با پیروانشان از آخرت برای ما نقل می کند. ظالمان با تملقگرانی که با خود داشتن در دنیا، این دو طایفه در آخرت چه حالت دارند، چه مناسبت دارند، این مناسبت آنها را تصویر کرده، قرآن برای ما نقل کرده. خداوند عزوجل فرموده اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علیهم. یعنی آنگاه که پیشوایان از پیروانشان بیزاری می جویند، پیشوایان از آن پیروانی که اطراف آنها بودند و شب و روز در تملق و تحسین پیشوایانشان عمر خود را، جهد خود را، دانش خود را صرف می نمودند، پیشوایان در آن روز حساب از پیروانشان، از اطرافیان خیلی مخلصشان بیزاری می جویند و عذاب را به چشم سر می بینند و میان آنها پیوند دوستی و رفاقت کنده می گردد. و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. یعنی آنهایی که بجای خداوند از پیشوایان گمراه خود پیروی نموده بودند و همه عمر خود را در تحسین و تملق آنها خرج و صرف کردند و آنجا پیشوایانشان از آنها اعلان بیزاری کردند، این پیروان میگویند ای کاش برای ما بازگشت به دنیا میسر گردد و ما نیز از اطاعت این پیشوایانمان بیزاری جوییم آنگونه که آنها اینجا از ما بیزاری جسته ایستادند. خداوند در ادامه حکایه سخن آنها میگوید او تعالی این گونه برای آنها اعمال زشت آنان را مایه حسرت و پشیمانی قرار میدهد.